از همون خاطر شما در کل روایات از صحابی نشونیده که او یا محمد گفته باشه یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا حبی، ای محبوبی من. یا گفته فدا که چیسته ابی و امی، قربان تو شوه پدر و مادرم. اینطوری کلمات استعمال کرده، کلمات احترامه. کلمه یا محمده یا جبریل امین استعمال کرده که او ملک است، مکلف نیست. یا منافق یا اعرابی، آدم دیهاتی که اخلاق و آداب مجلس و سر و صدا زدن یاد نداشت، یا یهودی استعمال کرده. ثوبان رضی الله عنه مولای پیغمبر، غلام آزاد شده پیغمبر علیه السلام است. در پیش روی پیغمبر یهودی گفت یا محمد، زد قطع بکستمی. ثوبان رضی الله عنه یهودی را در سینه‌اش پسکای شاند. تو در شان پیغمبر علیه السلام بیادبی میکنی؟ تعجب است. صحابی به خاطر گفتن یا محمد یهودی را قطع بوکس میزنه، در حالی که در مجلس پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینطوری عمل قطعا انجام داده نمیشه. اما صحابه میدانستند قدر و قیمت پیغمبر علیه السلام که در شان پیغمبر بیادبی است، از همون خاطر زد شپسکوی نشست. اما امروز مردم دعوت میشه که بعد یا محمد بگوی. این در زمانی که پیغمبر علیه السلام در مجلس حضور داره، در اون مجلس باید یا محمد گفته نشه. اما زمانی که پیغمبر علیه السلام از دنیا رحلت کرد و تو در افغانستان زندگی داری و آل یا محمد میگی، از تو سوال دارم. اگر این عقیده داشته باشی که آوازی مرا پیغمبر علیه السلام میشنوه و حالتی مرا به خاطر برش آواز میدم که در کدام مشکلی که گیر آمده این مشکل رفع بکنه و حالت مرا میبینه، شکی دی نیست که شرک است، شرک اکبر است. به خاطری که در صفت علم الله، در صفت ناظر بودن الله، رقیب بودن الله پیغمبر تو شریک کرد و این صفت بجز از الله متعال به کسی دیگری ثابت نیست. چرا که عالم الغیب بی وسائل علم سری کسی داشتن، بی وسائل آواز شنیدن، این صفت کیست؟ الله متعال است. خویا یک گپ دیگه میزنم، این در مجالس هم برای ما گفته، ما میگه به طریق محبت میگیم، نه به طریق استغاثه. طلب فریاد به پیغمبر نمی کنیم، از او کدام مشکل نمیخوایم، بلکه ما میگیم که محبت قطع پیغمبر داریم. ما میگیم که بله، محبت پیغمبر جز ایمان است، محبت پیغمبر عبادت است. وقتی که محبت پیغمبر عبادت شد، طریقه عبادت همیشه پیغمبر بر ما تعلیم داده. ما طریقه های عبادت از خود اختراع کرده نمیتونیم. عالی محبت پیغمبر میبینیم که صحابه که از ما کده خیلی زیاد محبت با پیغمبر داشت و چه قسم محبت با پیغمبر کرده و محبت با پیغمبر به درود فرستادن، درود گفتن و محبت با پیغمبر به عملی کردن طریقه ها و سنت های پیغمبر صلی الله علیه وسلم. تو ما بطور بکن. پس زمانی که تو طریقه عبادت از خود کشیدی، این ادعا داری، حالا که ادعایشان غلط است. چرا؟ بری از مردم عوام سوال بکنی که یا محمد چی مطلب است و بالکل واضح براتان میگه که مثل که به الله آواز میدیم، به کی هم آواز میدیم؟ به محمد صلی الله علیه و آواز میدیم. پس شرک چی داره؟ شرک شاخ داره؟ یعنی میره شرک میگه که به الله هم صدا میزنی، به محمد رسول الله هم صدا میزنی. فرق بین الله و رسول الله چی شد؟ این فیصله را عوام میکنه و کسی که میگه من برای محبت میگم، گپی از او قابل اعتبار نیست. چرا؟ این موضوع را تو به مردم روا کشیده، مردم به کدام انگیزه یا محمد میگه، مطابق از او فتوا داده میشه. از او خاطر کسانی که این گپ میزنن که یا محمد گفتن ای درست است، صحابه در کدام چی، اول کوی روایتشان قطعا نادرست است. اگر گفته باشه که و محمدا که آمده باشه، ایرا ندبه میگه. ندبه منظور در اونجا حاضر بودن کسی را که نامش میگیری نمی باشه. ندبه ای را میگه مرده که وقتی وفات میکنه در سرش میگی وی فلانی، وی فلانی. منظوری توی نیست که فلانی میشنوه، منظوری توی نیست که فلانی مشکل مرا حل کنه، منظوری تو اظهار چیسته؟ افسوس غم سر حال ای آدم است. ای را ندبه میگه.
و اگر کسی وا محمدا از صحابه گفته باشه مثل که خود فاطمه رضی الله عنها گفته و محمدا را فاطمه رضی الله عنها گفته، لیکن به طریق ندبه که ای پدر جانم چرا از دنیا رحلت کردی، این طور شد این طور نشد. او منظورشی نبوده که برای محبت بگویه یا برای استغاثه طلب فریاد و گپا بگویه، بلکه به طریق ندبه گفته و به طریق ندبه منظورشان حاضر ناظر بودن نمی باشه، استغاثه نمی باشه، عبادت نمی باشه. این گپا نیست. از او خاطر و فرق داره. پس این بیچاره فرق در بین ندبه و ندا نمیتونه. حالا که در علم نحو کسایی که نحو میخوانه در اونجا در بحث منادا یک به نام ندبه یاد میکنه، یکی را ندا میگه. در ندا اونجا تعریف میکنه که منادا کی را میگه؟ هو المطلوب اقباله. منادا او کسی است که طلب میشه توجهش، که توجه تا طرف ما بگردان. او فلانی منظوری تو است که اون توجهش طرف تو بگردان. اما در ندبه اونجا چیست؟ تو اظهاری غمزاری را سریع عزی میکنی و آدم مورد مصیبت قرار گرفته، تو اظهار غمزاری سرش کرده رویستی. این بیچاره تالی رمی نحو هم نخوانده که فرق بتانه در بین ندبه و ندا منادا. از همون خاطر از یاد دیگه گله کردن نیست بکار که بگویم سری از همه چیز اشتباه شده، مشتبه شده، همه چیز مشتبه شده دیگه. تفکیک کردن ازی برای خود یک بصیرت کار داره و نور کار داره، روشنی کار داره که را با هم جدا بکنه. الله متعال رحم بکنه. او چی ضرورت داریم که وقتی بر ما محبت پیغمبر علیه السلام توسط درود حاصل میشه، یک مرتبه درود فرستادن بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم موجب ده رحمتی کیست؟ 10 مرتبه الله سری تو رحمت میکنه. چرا ما آن چیزی که به حدیث صحیح ثابت است، آن چیزی که مکمل موجب ثواب است، او را بگذاریم در یک امر بریم که او هم چی باشه؟ نعوذ بالله ما را در شرک بکشانه. اگر در شرک نکشانه در بدعت خو حتمی واقع میکنه. چی ضرور؟ خلاص.